این مسابقات ورزشی با حضور ده‌ها تن از ورزشکاران و باشندگان ولسوالی اللهیار از سوی اداره تربیت بدنی و ورزش غور راه اندازی شده است. به گفته مسئولان اداره ورزش، این برنامه‌های ورزشی به هدف ایجاد فضای صمیمیت بیشتر میان ورزشکاران و رشد استعدادهای ورزشی راه اندازی شده است. خوشبختانه مسابقاتی که ما مدت 2 روز به ولسوالی اللهیار راه اندازی کردیم، مسابقات دوش بوده، مسابقات ریسمان کشی بوده، مسابقات پهلوانی و همچنان گوشتی رستمی بوده و مسابقات پرتاب گلوله و سنگ بوده. هدف از راه اندازی همچون مسابقات ایجاد فضای دوستی، صلح، ثبات و امنیت است و من تشکر و قدردانی میکنم از رهبری نظام امارت اسلامی افغانستان. جوانان ورزشکار ولسوالی اللهیار از برگزاری این برنامه‌ها و تلاش‌های اداره ورزش جهت رشد ورزشکاران ستایش می‌کنند. توانستیم مقام اول از آن خود کنیم. تبریک میگیم به تمام هم‌تیمی‌ها و هواداران خود. تشکر می‌کنیم از امارت اسلامی و از ریاست فدراسیون فوتبال ورزشی ولایت غور. تونستم بین 22 نفر که میخواستن سنگ پرتاب کنن تونستم که قهرمانی دوم به دست بیاورم و الحمدلله من تونستم که در وزن خود مقام اول کسب کنم و این را به تمام مردم شریفی ولسوالی اللهیار تبریک میگم. گفتن است که در کنار برگزاری این برنامه‌های ملی و محلی، مسابقات لیگ دست یک فوتبال نیز برای نخستین بار از سوی اداره ورزش در این ولسوالی راه اندازی شده است.